قانون جذب، پدیده‌ای روانشناختی یا صرفاً یک باور عامیانه؟ یه سوال مهم، چرا بعضیا خیلی زحمت میکشن اما دستاورد کمتری دارن و بعضیا با تلاش کمتر موفقیت‌های چشمگیری عایدشون میشه؟ جواب رو روانشناسی و علوم اعصاب میده. فرق اصلی در نحوه ادراک و باور ذهن ماست، چیزی که بهش میگن اثر پلاسیبو. وقتی باور داری کاری نتیجه میده، مغز دوپامین و اندورفین ترشح میکنه. تمرکز و انگیزت بالا میره و در نهایت کاراییت بیشتر میشه. حتی اگه شرایط بیرونی تغییری نکرده باشه. اثر پلاسیبو یعنی زمانی که فرد صرفاً به یک درمان یا نتیجه باور پیدا میکنه، مغز و بدن واکنش واقعی نشون میده. مثلا توی تحقیق توی دانشگاه هاروارد توی سال 2010 به بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر داروهای بی‌اثری داده میشه، ولی با این حال 60% کاهش علائم بیماری مشاهده میشه. حتی در حوزه ورزش مطالعات نشون میده ورزشکارانی که تصور میکردن مکمل انرژیزا مصرف کردن، عملکرد بهتری ثبت کردن. قانون جذب ممکنه جادوی متافیزیکی نباشه. بیشتر به نظر میاد دستکاری مثبت در میزان ترشح هورمون‌ها برای هموارتر شدن مسیر پیش رو برای موفقیت باشه. شواهد علمی نشون میده باور و تجسم مثبت میتونه مسیرهای عصبی و شیمیایی مغز رو تغییر بده و فرد رو برای موفقیت واقعی آماده کنه.